رفقا، امروز اومدم یه دونه از مشکلاتی که خیلی اتفاق میفته قطع و وصل شدن مداوم وای فای هستش که هی مدام قطع میشه، مدام وصل میشه. یه تقریبا خیلی ساده داره که تا 99% از مشکلتون رو حل میکنه. چون من این کار رو انجام دادم، برای خودم خیلی زود برطرف شد مشکلم. برای شروع کار پنجره ها رو بزنید و این دستور رو تایپش کنید: service.nsc. براتون توی کپشن هم قرار دادم. اوکی رو بزنید، انتهای صفحه بیاید، سرول رو بکشید تا انتها بیاد. اینجا یک گزینه‌ای هستش به نام ویلم اوتو کانفیگ. روش دوبار کلیک کنید، یه چنین صفحه‌ای باز میشه. ببینید من کارش رو انجام دادم. شما این گزینه رو روی هر کدوم از این گزینه‌ها رو روی اتوماتیک بذارید، استوپ رو یک بار بزنید، دوباره استارت کنید، بعد روی اپلای بزنید و اوکی. تا میگم تا 99% مشکلتون حل میشه و دیگه باعث میشه که وای فایتون قطع و وصل بشه. امیدوارم که به کارتون بیاد و مشکلتون برطرف بشه. خدا نگهدار.